به نام خدا. سلام. امروز اومدم این اشارپ خیلی زیبا رو نشونتون بدم و بگم که بافتش خیلی آسونه. میخوام طرز بافتش هم براتون توضیح بدم. خودم یه قسمتی از شال رو میبافم. بافتش خیلی راحته، فقط یک الگوی خاصی رو که باید به بلندی دلخواهی که میخواید تکرار کنید. این نخی که من باش این اشارپ رو بافتم نخ موهر اسپورت، خودش چند رنگ، خیلی گرم و سبک. سعی کنید از نخهای موهر برای اشارپ استفاده کنید چون فوق العاده سبک و گرم هستن. بافتمون هم به این صورته که ما از بالای گردن شروع میکنیم میبافیم و به این صورت رفت و برگشتی کار رو ادامه میدیم تا به اندازه بلندی دلخواهمون برسه. خب همینطور که میبینید این اشارپ خیلی زیبایی خاصی داره. در این حال بافتش خیلی راحته، فقط کافیه که زنجیر زدن و پای بلند رو بلد باشید. اون وقت میتونید این اشارپ رو خیلی راحت ببافید. طوری آموزش میدم که مبتدی ها هم بتونن استفاده کنن. خب ما کارمون رو با یه حلقه جادویی شروع میکنیم. داخل حلقه باید 20 تا پای بلند ببافیم. معمولا پای بلند اولمون هم همیشه 3 زنجیره میزدیم. پس 3 تا زنجیره رو میزنیم و 19 تا پای بلند میبافیم. خب من 20 تا پای بلند رو بافتم. نیازی نیست کارو گرد کنین چون میخوایم به صورت نیم دایره باشه. پس این نخی رو که اضافه هست دیگه نکشیدش. آخر توی بافت اونو مخفی میکنیم. چون از این قسمت باید ما برگردیم. پس کارمون سعی کنید این 20 تا پایه رو که میزنید به شکل نیم دایره رو خودش حفظ کنه. خب 3 تا زنجیره میزنم. الان باید روی تک تک این پایه ها ما کار رو برگردونیم و پای بلند بزنیم. پس باز 20 تا پای بلند باید ببافیم. رو پای بلند اولم که 3 تا زنجیره زدم به عنوان یه پای بلند. خب روی بقیه پایه ها هم به این صورت پای بلندمون رو میبافیم. رو پایه بعدی این قسمت با زنجیری که بالای پایه هست از اونجا باید قلاب رو فرو کنیم و پایمون رو ببافیم. خب من روی تک تک پایه ها پای بلند بافتم. قسمت آخر رسیدم روی اون 3 زنجیره‌ای که ابتدای کار زده بودم، رو اون هم باید یه پای بلند ببافیم. خب حالا باز باید برگردیم. اول 3 تا زنجیره میزنم. یک زنجیره هم به عنوان فاصله است. حالا باید روی تک تک پایه هامون یه پای بلند به اضافه 3 تا زنجیره ببافیم. یه پای بلند، یک زنجیره. رو پایه بعدی هم به همین صورت یک پای بلند، یه زنجیره. یه پای بلند، یک زنجیره. ببینید یه پای بلند به این صورت و یه زنجیره. پس بافتمون به این شکل در میاد تا آخر کار. خب همونطور که میبینید روی تک تک پایه ها یه پای بلند و یک زنجیره زدم تا الاخر. در این رنج ما باید فقط زنجیره بزنیم. زنجیره همون الان ابتدای کار باید 10 تا زنجیره من ببافم. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. خب کارو برمیگردونم. یه دونه فضای زنجیره رو رها میکنم. تو فضای بعدی یه پای کوتاه میبافم. حالا 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4. این فضای تک زنجیره رو رها میکنم. تو فضای بعدی یه پای کوتاه. باز 4 تا زنجیره. این فضا رها میشه. تو فضای بعدی یه پای کوتاه. 1 2 3 4. 4 تا زنجیره میزنم. این فضا رو رها میکنم و در فضای بعدی پای کوتاه میبافم. حالا باز باید 10 تا زنجیره بزنم. 1 2 3 4 6 7 8 9 10. این فضا رها میشه. این قسمت یه پای کوتاه میبافم. بازم 10 تا زنجیره میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 10 تا فضا بافتم. باز اینجا رها میشه، میایم تو قسمت بعدی یه پای کوتاه میبافیم. خب این قسمت 10 تا زنجیره رو هم که زدیم، فضای 4 زنجیره‌ای رو مثل این سمت 3 تا فضای 4 زنجیره‌ای باید بزنیم، ولی در آخر به جای این 10 زنجیره 7 تا زنجیره و یه دونه پای بلند میبافیم. ببینید اینجا 7 تا زنجیره میزنم و روی این پای بلندی که داشتم یه پای بلند میبافم. دقیقا فضای 10 زنجیره‌ایمون شبیه این سمت ایجاد میشه. حالا باز داخل فضاهای 10 زنجیره‌ای باید 10 تا پای بلند ببافیم. خب 10 تا پای بلندمو بافتم. حالا روی اولین فضا یه دونه پای کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. تو فضای بعدی یه پای کوتاه، باز 4 تا زنجیره. تو فضای بعدی یه پای کوتاه میبافیم. الان رسیدم به فضاهای 10 زنجیره‌مون. توی اینجا 10 تا پای بلند و توی بعدی هم 10 تا پای بلند باید ببافم. دیگه اینجا زنجیره نمیزنیم، مستقیم وارد فضای 10 زنجیره‌ای میشیم و پای بلندا رو میبافیم. اینجا من 10 تا پای بلند رو این قسمت و این قسمت هر دو طرف 10 تا بافتم. باز میرسیم به فضای 4 زنجیره‌ای. داخل فضای یه پای کوتاه، 4 تا زنجیره و فضای بعدی یه پای کوتاه، باز 4 تا زنجیره میبافم. تو فضای بعدی یه پای کوتاه. رسیدیم به فضای 10 زنجیره‌ایمون. باز اینجا هم باید 10 تا پای بلند ببافیم. این قسمت هم 10 تا پای بلندا رو بافتم. 3 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم روی تک تک پایه‌ها پای بلند. وقتی میرسیم به این فضاها یه پای کوتاه، 4 تا زنجیره، یه پای کوتاه. باز روی پای بلندامون هر کدوم یکی یه پای بلند میبافیم. طرف چپ هم مانند طرف راست به همون نحو بافته میشه. رج بعدیش هم باز باید روی پایه هامون یه پای بلند، یه تک زنجیره ببافیم. من میبافم، نشونتون میدم. خب در این قسمت من پای بلند رو بافتم، برگشتم 4 تا زنجیره زدم و روی هر پایه یه پای بلند، یه تک زنجیره بافتم. 10 تا رو که میبافیم میرسیم به این قسمت فضای 4 زنجیرمون. هم میشه اینجا یه پای کوتاه بزنیم و هم که میتونیم اونو رها کنیم و بریم روی پای بلند بعدی. پای بلند رو ببافیم، تک زنجیره رو هم بزنیم و کارمون رو ادامه بدیم. پای بلندها و زنجیره هایی که بینشون هست رو تا آخر رج ببافیم. خب پای بلندها و تک زنجیره هامون رو بافتیم. از اینجا به بعد دیگه کار تکرار میشه. باید برگردیم اینجا 10 تا زنجیره بزنیم، وصل کنیم به فضای بعدی. باز 4 زنجیره، یه فضا رها بشه، رو فضای بعدی پای کوتاه ببافیم. به همین مثل همین قسمت که این کارو کردیم، اینجا فضای 10 زنجیره ایمون بود، اینا فضاهای 4 زنجیره ایمونن که بینشون یه فضای تک زنجیره رها شده. باز میرسیم به این قسمت، 2 تا فضای 10 زنجیره باید کنار هم باشه این بالا. حالا بین هر کدوم از این گلامونم که میبینید باید فضای تک زنجیره باشه. یعنی بین این قسمت فرو رفتگی یه فضای 10 زنجیره است که توش 10 تا پای بلند بافته میشه، مثل همین قسمت ها که هر کدوم 3 بار باید پای بلند بافته بشه. به همین ترتیب این الگویی رو که داریم باید ادامه بدیم تا بلندی دلخواه شالمون. یه نکته دیگه هم که فراموش کردم بگم، میتونیم این قسمتی که قراره یه پای بلند و یه زنجیره بزنیم، میتونیم به جای پای بلنداش یه پای پفکی بزنیم. همون که 4 بار نخ میگیریم میاریم ولی بافته نمیشه.
بعد همه رو با هم یکی میکنیم. بافت فندقی بهش میگن، بافت پفی هم بهش میگن. میتونیم به جای پای بلند اونو بزنیم، ولی طبق نقشه‌ای که داره کارمون به این شکل. الان من هم اینجا تو این اشارکی که بافتم فقط پای بلند بافتم. همین الگویی رو که گفتیم باید تکرار کنیم تا شالمون به بلندی دلخواه برسه. در آخر هم که به بلندی دلخواه رسید میتونید این قسمت هایی که فرو رفتگی هلال پایین شالتون هست رو ریشه بزنید. اگه خواستید ریشه هاش پرتر باشه تو هر کدوم از این فضاهای تک زنجیره‌ای ریشه میزنید. امیدوارم ببافید و لذت ببرید.